بدونیم حالا فرقشون دقیقاً داخل چیه. علاوه قیمتی بخوایم بررسی کنیم، خب قیمت آردوینو اونو هولوش $30 که تقریبا داخل ایران هم میشه بین 25 تا 30 هزار تومان هم پیدا کرد. راسپبری پای $35 و بیگل بونز $89. خب علاوه قیمتی هم فعلا میشه گفتش که حالا آردوینو اونو ارزون تره و راسپبری پای مقدار گرون تره، ولی خب از لحاظ قدرت اگه بررسیش کنیم متوجه میشیم که راسپبری پای نسبت به بیگل بونز انتخاب خیلی هوشمندانه تریه. خب پروسسوری که روی این سه تا بورد قرار داده شده، یه دونه اتمگا 328، یه دونه آرم 11 و یه دونه آرم کورتکس A8. خب آرم کورتکس که دیگه فکر نمی کنم لازم توضیح باشه، این یکی از پروسسورهای خیلی قدرتمند و پرتوانی هست که معمولا روی گوشی ها سوار میشه. گوشی سامسونگ، گوشی اپل آرم کورتکس استفاده میکنن. آرم 11 هم خب معماری آرم روی این دوتا هستش و پرسرعت ترن نسبت به اتمگا و نسبت به یک AVR 328. همین دقیقا توی قسمت کلاک اسپیدشون که بریم نگاه کنیم 16 مگاهرتز، 700 مگاهرتز و 700 مگاهرتز. دیگه همین کلاک اسپیدش باید اطلاعات خیلی خوبی رو بده در مورد سرعت پردازشی که این پروسسورها انجام میدن. 16 مگاهرتز و 700 مگاهرتز میتونن پردازش انجام بدن و نشون میده که خیلی سرعت خوبی و قابل قبولی برای کارهای سنگین دارن، اما این شاید انتخاب خوبی برای انجام کارهای سنگین نباشه. خب رمش رو نگاه میکنین 2 کیلوبایت رم داره، 256 و 256 مگابایت این دوتا دارن. یه حافظه 32 کیلوبایتی فلش داخلش هست، اما راسپبری پای بهش SD کارت میخوره و این هم یه 4 گیگابایت میکرو SD. البته به آردوینو اونو هم یک بورد خام به حساب میاد و شما اگر میخواین یه سری قابلیت ها رو بهش اضافه کنین باید شیلدش رو روش سوار کنین تا بتونین از اون قابلیتش استفاده کنین. به حال آردوینو اونو هم بهش حافظه SD میخوره. ولتاژ ورودیشون رو میبینین 7 تا 12 ولت ولتاژ ورودی آردوینو اونو هستش. راسپبری پای 5 ولت و بیگل بونز 5 ولت. دیجیتال GPIO که بعدا در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد و یکی از قسمت‌های مهم بورد راسپبری پای هستش. آردوینو اونو 14 تا داره، راسپبری پای 8 تا و بیگل بونز 66 تا. حالا در حد این که فقط آشنایی داشته باشیم با GPIO میشه General Purpose Input Output. سوکت هایی در قسمت بالای در این قسمت معمولا حالا بسته به مدلش این تعداد سوکت ها هم تغییر میکنه. روی این قسمت تعبیه شده که شما میتونید از این سوکت ها مثلا برنامه نویسی بکنید داخل خود محیط راسپبری پای و مثلا یکی از این سوکت ها رو به عنوان واسط از بوردتون به یک محیط مثلا یک مدار الکتریکی وصل کنید. خب حالا این مهم نیستن فعلا، ولی خب یه محیط برنامه نویسی که بخواید داخل هر کدومشون انجام بدین تقریبا مقدار با هم فرق داره. برای آردوینو اونو اگر بخواید برنامه نویسی انجام بدین و میشه گفتش که نرم افزاری تولید کنید، آردوینو تولز یه نرم افزاری که مال خود شرکت آردوینو هست و اونو تولید میکرده برای در واقع میشه گفت اون کسایی که دلشون میخواد یه برنامه خودشون بنویسن یا کسایی که شیلی درست میکنن که بتونن دقیقا با اون شیلد رابط کاربری در واقع رابط کاربری هستش که شرکت آردوینو برای برنامه نویسی تولید کرده. یک محیط برنامه نویسیه که دقیقا زبان برنامه نویسیش هم C هست. شما داخل این محیط با C برنامه نویسی میکنید. راسپبری پای خب اسکرچ داره، IDLE پایتون داره، کویک لینوکس هم داره. خب اسکرچ یک محیط برنامه نویسی، اگر بخوایم اسمش رو بزنیم برنامه نویسی، یک محیط بسیار ساده و تا حدودی میشه گفت اسم بچگونه اگر روی براش انتخاب کنیم انتخاب خوبی هستش، ولی خب محیط خوبی واسه شروعه. IDLE در واقع محیط برنامه‌نویسی پایتون هستش که خب اگر ما وقتی واردش بشیم متوجه قدرت این قدرت زبان پایتون و
مانوری که میتونید رو عرصه های مختلف با زبان پایتون بدید متوجهش میشین. و بیگل بونز هم به همین ترتیب هستش و کلاود 9 لینوکس هم داخلش داره که دیگه لازمه گفتن نیست. اترنت، سوکت اترنت دقیقا رو آردوینو اونو نوشته خب وجود نداره، ولی خب اگر هم در واقع این تو آردوینو اونو انتخابیه و شما میتونید شیلدش رو بخرید و سوار کنید روی آردوینو و صاحب یک سوکت اترنت بشید. تو راسپبری پای این هست و بیگل بونز هم سوکت اترنت داره. یو اس بی مستر بازم بسته به نوع آردوینو که میخرین، مدل آردوینو که میخرین روش سوکت یو اس بی روش نصب شده و شما میتونید استفاده کنید و بیگل بونز هم همینطور. ویدیو آوتپوت این نداره، اما اینجا یه HDMI و یه کامپوزیت در واقع ما بعداً در مورد توضیح خواهیم داد که دقیقاً رابطه تصویری راسپبری پای چیه. خب تا اینجا حالا ما یه بررسی کوچیکی انجام دادیم و متوجه شدیم که نسبت به سرعت پردازش و امکاناتی که یک برد میتونه در اختیارتون قرار بده، راسپبری پای نسبت به بیگل بونز انتخاب خوبیه. یعنی در واقع میشه گفت شما میتونید یک بردی رو بخرید که کارا یه برد $89 رو براتون انجام میده و میشه گفت خیلی هم قابل اعتماد و پرقدرته. هم دقیقاً بررسی کرده که چرا این از این برای اینکه بتونید همونطور که صحبت کردیم تو جلسه قبلی، سیستم عاملی که باید روی این ریخته بشه راسپیان جسی هستش، یعنی سیستم عامل فابریک خود این راسپبری پای راسپیان جسی هست. برای اینکه بتونید روی این پروسسور بریزیمش باید حالا یه سری کارات داخل خود ویندوز انجام بدیم و بتونیم این بورد رو آماده کنیم برای در واقع از این بورد به عنوان یک کامپیوتر استفاده کنیم. اینم که یک دونه اسلات میکرو یو اس بی هست که به لپتاپ وصل میشه و شما تقریبا میشه گفت حالا به این من خودم از این استفاده میکنم. حالا شما میتونید از هر مدل یو اس بی که وصل میشه به کامپیوترتون و این میکرو رو میشناسه استفاده کنید. یادتون نره قبل از هر کاری میکرو رو فرمت کنید. خب یه سری اطلاعات دیگه هم میخواستم بدم. این بورده که با هم صحبت کردیم در راسپبری پای بورده که میخواد در مورد صحبت در واقع نشونتون بدم، بورد آردوینو مگا هستش که همونطور که میبینید یه بوردی هست. البته این آردوینو مگا آردوینو مگا هست و فرق این بورد و بورد راسپبری پای در اینه که خب الان من روی اینجا یه دونه هیت سینک گذاشتم و قابل دیدن نیست این زیرش، ولی همین پروسسوری که این زیر هست این دقیقه پروسسور این زیر چه رمتون رو وارد قسمت میکرو اس دی راسپبری پای کردین، این صفحه برای شما بالا میاد. در واقع اگر راسپبری پای شما به اون تلویزیون بزنید یا به اون مانیتور رو بزنید، صفحه اولی که میبینید این صفحه هستش که حالا صبر میکنید تا پروسه ران کردنش یه مقدار یکم طول میکشه و تموم بشه. خب صفحه اولی که مشاهده میکنی یه همچین صفحه ایه، راسپبری پای کانفیگ، که شما یه سری کارهای اولیه رو روی این باید انجام بدین قبل از اینکه وارد خود محیطش بشین. خب این صفحه یه سری اطلاعات به شما میده. information about the tools، در مورد حالا خود راسپبری پای یه سری اطلاعات بهتون میده. یکی از کارهای مهمی که شما باید انجام بدین expand root fs. راسپبری پای پارتیشنی که روی رم میکرو اس دی ایجاد میکنه یک پارتیشن 4 گیگی هستش. مهم نیست رمی که شما استفاده میکنه 16 گیگه یا 32 گیگه یا حتی 8 گیگه، 4 گیگ برای خودش درست میکنه و خود سیستم عامل اون 4 گیگ رو میشناسه. برای اینکه بتونید با محیط ویندوز میشه گفت تا یه حدود فرق داره و در واقع کاربرای
سیستم عامل‌های لینوکسی از جمله اوبانتو و دبیان و رد هات مهندسین طراحش سعی کردن که یک محیطی شبه محیط ویندوز با دسکتاپ با تاسک بار براتون به وجود بیارن. اما خب در این کار موفق بودن و میشه گفت توزیع‌های اوبانتو و توزیع‌های حتی بگم مینت بسیار توزیع‌های کاملا در شرایط خاص شما نیاز پیدا می‌کنید که با کامند لاین در واقع محیط خطی و این محیط سیاه و سفید دسترسی داشته باشین. خب دستور به دستور PWD هستش. PWD همونطور که توی سایتش نوشته display the name of the current directory. وقتی من PWD میزنم به شما میگه خب شما دقیقاً الان تو پوشه هوم، تو شاخه پای و تو دسکتاپ هستید. لینوکس یک ساختار درختی داره و یک پوشه به اسم پوشه روت و به ترتیب هی پوشه ها در واقع تقسیم بندی میشن. یه پوشه به اسم هاردور داره، پوشه MNT داره، ماونت داره، MNT داره، پوشه کانفیگ داره و هر کدوم از این پوشه ها نقش خاص خودشون رو دارن. در واقع ساختار لینوکس یک ساختار درختی معروفه که PWD دقیقاً چون نشونه توی این درختی که با روت شروع میشه شما دقیقاً کجا این هستیم، تو پوشه هوم، توی پوشه پای و تو پوشه دسکتاپ هستیم که اینجوری دقیقاً آدرس محل حضور شما نشون میده. خب دستور مکدیر هستش. مکدیر همون میک دایرکتوری دستور درست کردن یک پوشه هست توی دسکتاپ. خب من الان توی دسکتاپ هستم و یه LS میگیرم. خب میبینین که رنگ آبی وجود نداره و در واقع میشه گفت درایوی یا پوشه‌ای داخل دسکتاپ وجود نداره، همینطور که اینجا میبینید. خب من دستور مکدیر رو استفاده میکنم. مکدیر یه اسمی هم درست میکنم به اسم وب آموز در همین به همین دستور سادگی هستش و تمام. حالا یه LS میگیرم از این صفحه. شما میبینید که یک فایل، یک متن آبی رنگ به اسم وب آموز توی اینجا درست شد. خب همینطور که میبینید وب آموز فایلش یه فولدر وب آموز اینجا تشکیل شده و شما میتونید با این دستور یک پوشه برای خودتون به وجود بیارید و از اون لایبرری استفاده کنید و واسه همین شما باید با دستور پایپ استفاده کنید. پایپ در واقع یا پایپ این در واقع هستش پایتون پکیج ایندکس که شما دستورش به صورت PIP استفاده میشه. دستور پایپ هم که حالا چیزی که مهم هستش توی ورژن که حالا ما داریم استفاده میکنیم در واقع رسمی جسی هستش، نسخه کاملش به صورت پیش‌فرض روش نصب هستش، ولی در نسخه ویزی یا نسخه جسی لایت شما از این دستور در واقع روی سیستم نصب نیست که با همون دستور اپت میتونید به راحتی دستور پایپ رو نصب کنید که فکر کنم مشکل خاصی نباشه. در واقع sudo apt-get install pipe. خب در واقع اگر sudo apt-get install pipe البته بذاریم بگم که در واقع